امروز سوتی آوردیم. چه سوتیایی. گفت خیلی آقاها خیلی زنند، خانم‌ها هم خیلی زنند، اینجا هیچ مرد نیست. دیگه این تئوری ایران پیشرفت نمیکنه. سلام دوستان گل، خوش اومدید. امروز اومدیم با سوتی‌های صدا و سیما با هم بخندونیم و بترکونیم. حتما یادتونه که چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید و پایان ویدیو حتما ویدیو قرعه کشی رو هم ببینید که برنده بزرگ چنل زدکسی شو، یعنی قرعه کشی چنل زدکسی شو. امروز سوتی آوردیم. چه سوتیایی. بریم. بریم سراغ اولین ویدیومون. اینو برای مردم میگم خیلی زنی. اینم برای خانوما میگم خانوما زنن، آقایون مردن. شنیدی چی گفت؟ گفت خیلی آقاها خیلی زنند، خانم‌ها هم خیلی زنند، اینجا هیچ مرد نیست. بریم بعدی. دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر وزیری، معاون واژه‌گزینی کلمات. خانم دکتر وزیری سلام به شما، صبحتون بخیر. سلام علیکم خدمت شما. البته من پرویزی هستم، وزیری نیستم. واژه‌گزینی کلمات هم خب خیلی معنی در واقع در کار ما نداره. در خدمت چی گفت؟ من چیزی نفهمیدم از ویدیو. بریم دوباره ببینیم. دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر وزیری، معاون واژه‌گزینی کلمات. خانم دکتر وزیری سلام به شما، صبحتون بخیر. سلام علیکم خدمت شما. البته من پرویزی هستم، وزیری نیستم. واژه‌گزینی کلمات هم خب خیلی معنی در واقع در کار ما نداره. در خدمت پس چرا آوردینش تو برنامه؟ خاک تو سر ما، خاک تو سر ما کن که اینا شدن مجری. اونم از مسئولینمون سوتیاشو که گذاشتم. آره حتما اینجا که میاد سوتیای آقای مسئولی یا آقای رئیس جمهورمون، پزشکیان، مسئولین دیگه هم حتما میذارم، حتما. ولی اینجا که ویدیو آقای پزشکیان میاد حتما ببینیدش بعد این ویدیو. واقعا دیگه این تئوری ایران پیشرفت نمیکنه. قطر وقتی که ایران شاه داشت ورزشگاه آزادی و میساخت، اونا حتی زمین خاکی برای بازی یا برای فوتبال کردن نداشتن. ببینید وضعیت الان قطر، وضعیت الان ایران. آره عزیزان، همینه که ما پیشرفت نمیکنیم. بریم بعدی. ببخشید من چیزی نفهمیدم، دوباره ببینیم. یا خدا چی شد؟ این دو نفر کجا رفتن؟ وای این که سوتی نشد، ترسناک شد. هی وای، دیدین؟ یه بار دیگه ویدیو رو ببینید. زن دیگه زهر ترک شد. آره بریم بعدیمون. راندو میبره این راندو دختر ایرانی. گزارشگره هم میدونه. شنیدی چی گفت؟ این داف یا دختر ایرانی بیشعور. حتی گزارشگره هم میدونن دیگه جلوی 90 میلیون انسان جمعیت ایران. پدرش بدونه پدرتو در میاره. آقای گزارشگر میگه رو دختر من کراش بستی، به دختر من میگی داف. آره داف خدا وکیلی. چی؟ ببینید چه دافیه، دوباره ببینید. راندو میبره این راندو دختر ایرانی. درسته خیلی معلوم نبود ولی عجب داوری بود. داور دافه خانم دافه. دوستان عزیز، بله
به پایان این ویدیو هم رسیدیم. این هم صوتی های صدا و سیما بود که انشالله دوست داشته باشید، ویدیو رو لایک کرده باشید و چنل رو سابسکرایب کرده باشید که چنل رو گم نکرده باشید و زنگوله رو روی آل بذارید که ویدیو بعدیمون با خبر داشته باشید. همه شو داشته باشید. حتما ویدیو قرعه کشی هم یادت نره که بری ببینی و برنده بزرگ چنل قرعه کشی بزرگ چنل زدکسی شو. تا 3 ثانیه دیگه تایملیش رو صفحه میاد.